خب آقا من یه چند تا خبر بگم سریع برم. خبرنگار نیستم، چند تا خبر سریع بهتون میگم باحاله. یکی این که از این به بعد میخواید کرانک بنویسید، مریضی میخواید بنویسید، تا 5 روز یعنی میتونید زنگ بزنید دکتر، یعنی نمیخواد برید، زنگ بزنید دکتر بگید آقا 5 روز برای من، حتی اکثر 5 روز برای من کرانک بنویس، دیگه مشکلی نداره، یعنی برات مینویسن اوکیه. این از این تا 5 روز، حتی اکثر 5 روز کرانکو میتونی بنویسی تلفنی. یعنی دو سه تا چیزم دارم برای قوانین جدید رانندگی توی 2024. یکی اینکه لاستیکای زمستونی بچه‌ها از 2024 خب MS زدم، نگاه کنید کو MS، یعنی نوشته شده M به علاوه S. آقا اینا فربوته، اینا رو دیگه نمیتونید بندازید زیر ماشین. البته اینا خیلی وقته که اینا فربوتنه، حالا دیگه استفاده هم نمیکنن. نه که خیلی وقت فربوتنه، خیلی وقت استفاده نمیکنن اصلا همچین چیزی رو. حالا یه تعداد دارن میگن آقا دیگه از 2024 دیگه کنسل. بعد میخوان هشدار دهنده الکل و هشدار دهنده سرعت توی ماشین‌های جدید از این به بعد بذارن، ماشینایی که تولید میکنن. هشدار دهنده سرعت میگه آقا تو مثلا بیشتر از 30 تا، یه خیابون 30 تایی بیشتر از 30 تا بریم میگه بیپ بیپ بیپ، بیشتر از 50 تا بیپ بیپ بیپ. بعد هشدار دهنده الکل، این خیلی باحاله، یه سیستمی رو وصل میکنن، یعنی شما قبل از اینکه راه بری، یعنی اول بگی یه ها باید بکنی. خب این های داستانش توی ایران خیلی باحاله، یه ها میکنیم، بعد اون بهت میگه آقا میتونی بری یا نمیتونی بری، یعنی ماشین روشن نمیشه اگر که درصد الکلت بالا باشه، یعنی اجازه نمیده که راه بری. این از این. این که 2024 جریمه ها رفته بالا، میخواد بره بالا. بعد بچه ها یه دونه توی ماشین‌های جدید، یعنی تولید جدید، جعبه سیاه میخوان بذارن توی ماشینا. حالا این جعبه سیاه کارش چیه؟ مثل همون جعبه سیاه هواپیماه، خب ولی خب حالا اون خیلی قوی تره. حالا این مثلا برای چیز و برای سرعت و نمیدونم فرمون و اطلاعات ماشین و تصادف و همه چی رو ضبط میکنه، یعنی خیلی عالی. 20 دیگه از این بهتر چی میخوایم؟ سه هم گفتم بابا. بعد چی بود خدای یادم رفت. گواهینامه ها رو میخوان عوض کنن، یعنی گواهینامه هایی که از یعنی گواهینامه هایی که میخوان عوض کنن به این شکل: اون کسایی که قبل از 2013 گواهینامه داشتن تا 2033 همه گواهینامه ها بایستی عوض بشه. دوستان عزیز، قبل از 2013 متوجه شدید؟ تا 2033. شبتون بخیر.